بعضی انسان ها میگویند که دنیا میگذرد. نه جانی برادر، دنیا نمیگذرد، این من و تو میگذریم، یعنی راه گذریم. وین ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. پس در هر طلوع و غروب زندگی و بندگی را احساس نما، مهربان و نرم دل باش. دنیا ما را زیبا نمیکند، البته که ما با خوبی های ما دنیا را زیبا میکنیم. پس زیبا ببین، زیبا بیاندیش، زیبا بگوی و زیبا عمل نما تا محیط دنیا و آخرت زیبای داشته باشی. برای دنیا هیچگاه غم مخور، چون که اولش گریه است، مابینش رنج و مشقت است و آخرش نابودی است. خوبترش برای آخرت عمل نما، چون که اولش دیدار الله است، الله نصیب کند، مابینش بخشش الله است و آخرش بهشت جاودانی است، به شرطی که دنیای زیبای داشته باشی.